هم اینجا بعض علما میگه که این زنه که لباس تقوا نداره از غیبت خود حفظ نمیکنه، در خانه ها جنجال میپرتن، تمام روز بعض کسا جادوگرا و فالبینایی که شو 12 بجه شو به شیطان سجده میکنن، این زنها میرن پیش اونمون شیطان ها و از پیش از ها جادو میگیرن و در بین خانه ها در زیر بالش چیزی جادو را تیر کو، در کنجک تاق اونجا بان جادو را در او کنجک بان سرازی بخورن سرازی بخوان. تو زن در جمله دوزخی ها هستی. نکو به خاطر 4 روز دنیا خدا در غضب خدای عزوجل گرفتار نکو و خانواده ها را برباد و تباه نکنین. شما زن خیر تلاوتونه که خود دبل غیبتونه هم که او د تو کورو تر منز فساد و فتنه چوله او تو خلق د تعالی الله سا پا اغا کی دی پا تکلیف کی چندین خانه را در جنگ انداختی، چندین فامیل تو تباه کردی، شیطانی میکنی، چغلی میکنی، سخنچینی میکنی، گپ از این خانه را به اون خانه میبری، خودت قرار با سرنماز استاد بشه. اوه سعی کنین صاحب کوکوگل جانه، کوکوگل خوب لباسش درست است اما چندین خانه را در غم شانده. در پشت هر قتل که از یک زن است که برای او مردکه چیز میکنه که ای بیغیرت تا تمرا کمزاگانی که تا تمرا غگیگی ز قتل وکا ز بیغیرتی مکوا بخیر سایکو فلانی تو گفت بنا ان تو زن هم اینجا بعض علما میگه که این زنه که لباس تقوا نداره از غیبت خود حفظ نمیکنه، در خانه ها جنجال میپرته، تمام روز بعض کسا جادوگرا و فالبینایی که شو 12 بجه شو به شیطان سجده میکنن، این زنها میرن پیش اونمون شیطان ها و از پیش از ها جادو میگیرن و در بین خانه ها در زیر بالش چیزی جادو را تیر کو، در کنجک تاق اونجا بان جادو را در او کنجک بان سرازی بخورن سرازی بخوان. تو زن در جمله دوزخی ها هستی. نکو به خاطر 4 روز دنیا خدا در غضب خدای عزوجل گرفتار نکو و خانواده ها را برباد و تباه نکنین. شما زن اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان كاسيا. وقتی که میگه انسان لباس تقوا نداشت میگه تقلب عريانا و این کان کاسیا، این میگه احمد الله چی میگه اگرچه لباس پوشیده باشد. و خیر لباس المرء طاعت ربه، بهترین لباس یک شخص طاعت پروردگارش. ولا خیر فی من کان لله عاصیا، و خیر نیست او کسایی که به الله تعالی عاصی و نافرمان بودن. خب مائلات ممیلات اینجا پیشتر ما شما در حدیث شریف چی خواندیم در حدیث شریف که عن ابی هریره، از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت است، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که فرمود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت صنفان من اهل النار لم ارهما، 2 طایفه از دوزخی ها هست که ما اونا را تا حال ندیدیم. قوم، یک طایفه از اونا قومی هستند که معهم سیاتون، با امرایشان اونمو قمچین هاست که از ناب البقره، که ساختمان او قمچین ها مثل دمهای گاوها وارست. یضربون به الناس، توسط از این قمچین ها مردم میزنن. و نساء، و زنهای هستند که کاسیاتون عاریاتون ممیلاتون مائلاتون، رؤوسهن که اسنمت البخت المائله، لا يدخلن الجنه ولا یجدن ریحها و ان ریحها لا یوجد من مسیره کذا و کذا. این حدیث شریف در صحیح مسلم آمده. ابو الحسین مسلم ابن حجاج ابن مسلم قشیری نیسابوری که به نام امام مسلم است این حدیث شریف نقل کرده که کتابش در بیروت چاپ شده، دارالجیر و دارالآفاق رو چاپ کردن، جلد 6 168 و نمبر حدیث در مسلم شریف 5704 بود که من پیدا کردم. امی حدیث شریفه
همچنان امام احمد در جلد دوم 355 تحت نمبر 8650 نقل کرده. همچنان ابو یعلی در جلد 12 صفحه 46 در نمبر 6690 و ابن حبان در صحیح خود جلد 16 صفحه 500 حدیث نمبر 7461 روایت کرده. این سندهای حدیث بود که در این کتاب ها این حدیث شریف آمده. خب اینال کاسیات و ناریات فهمیدیم. میم سر مائلات ممیلات، از بد بترش توبه. مائلات ممیلات در زبان عربی مائل علاقمندی رو میگن. یک کسی با یک کسی دیگه علاقمندی داشته باشه، این میگه این به این مائل است. و ممیل باز این متعدیش میشه که مثلا این چی میشه که یک نفر خودش میخواه که یک کس دیگر را به خود چی بسازه؟ علاقمند بسازه، جذب کنه دیگرها را. و همچنان از کلمه میلان گرفته شده. به این شکل بعضی حرکت هایی که در او تمایل می باشه، یعنی حرکت های دست مثل که رقاصه ها میکنن دستای خود شورک میته، این هم میگیم که اینی مائله هست، ممیله هست. زنهایی که میرقصن و دخترهایی که میرقصن اینا هم در جمله مائلات و ممیلات میشه. طرف شما بچه ها جوانات دیوال باشه، یا رخ استعمار گاهی مدل میسازن، گاهی خنده بازار میسازن، گاهی ستاره افغان میسازن، گاهی ستاره شیطان میسازن و کل از این تمویلشان میکنن روشان. و ما والا راست پرسان بکنین پیش روی شما با خداوند تعهد میکنم که امی سیم کارتک روشان خدا سر از امروز باطل میکنم. به خاطر چی که من هر برنامه فسق و فساد که دیدیم اینا چی بوده؟ تمویل کنندش کی بوده؟ این حالا کی هست که سیم کارتک خدا مثل موار از روشان بزنه از زمین چیت کنه؟ یافت میشه کدام جوان؟ ها؟ الحمدلله نما استفاده میکنه ما موسوزه داده امیران بشکنانه اینکیتون تیر مرازمی کارتش از سیم کارتش خدا کارت شیطان را در جیبت نگاه کردن گناهگار میشینه. یعنی خدا ما رفع کنه. تا دیروز نمیفهمیدیم امروز فهمیدیم. تو بشکنانه شده در کمره تو هم نشانش بده خوب منکشستانی. اینال میگن در مائلات و ممیلات بعضی ها هستن زنهای از جمله زنهای دوزخی هستن که خودشان میل میکنن بر دیگرها و دیگرها را هم به طرف خود چی میکنن؟ میل میکنن. خب اینال یک زن مسلمان، یک دختر مسلمان با کدام هدف مثلا آرایش کرده از خانه خود میبراید؟ مائلات و ممیلات شد نشد؟ شد نشد؟ در مقابل نامحرم چی ضرورت داره؟ یعنی چی ضرورت داره؟ اگر یک خانمی از خانه خدا آرایش کرده در بیرون میره تحت چی داخل میشه؟ مائلات و ممیلات. خودش به دیگرها مایل میکنه و دیگرها به طرف خود مایل میسازه. خب بعضی از علما میگن که منظور از مائلات و ممیلات کسانی هستن که به بدیها میل دارن و معلم گناه بر دیگرها هستن. استادای رقص، استادای خنده بازار، کسانی که این پروگرام هم میسازن و کسانی که این تمویل میکنن کلشان در جمله مائلات و ممیلات داخل میشن. خودشان به گناه داخل هستن، دیگرها را هم علاقمند به این میسازن. کسی که در عروسی بچه خود خواننده را میره، کسی که در عروسی خود رقاصه را میره، کسی که در عروسی های خود بچه و دخترها را میرقصانه، کسانی که پیسه میته باز چند نفر رفیقای خود جمع میکنن بین یک فیلم هندی سیل کنید، کسی که در خانه ایش بری برات فیلم هندی را چالان میکنه که سیل کنی. این کلشان علاقمندهای گناه هستن و مردم چی میسازن؟ با گناه علاقمند میسازن. کلش میگه که علما میگن اینا هم داخل میشن. کسایی میگه شامل هستن که با بسیار ناز و عشوه حرکت میکنن، شانه ها و بدن خود به حرکت میآورن. رقاصه ها شامل میشه نمیشه؟ دو روز یک جای جنجال بود میگن رقص خود در اسلام نو پرابلم.
گفتیم خود صحیح است دیگه. شیطان آدم غافل میسازه و رقاصه میسازه و باز برش میگه که کدام نقص نداره، در حالی که حرکت کردن شانه ها و دستا را حرکت داده و شانه ها را حرکت دادن، این کلش در جمله مائلات ممیلات و بدی ها مردم دعوت کننده هست. اینا کسانی که زنهایی که ما خود درسای متراست که همیشه